سریع مشخص کنم اینا میتونم اینجا رو بگیرم. بابک بابک آه تو به من چی میخوای بدی الان؟ به من بگو. من باید بهت چیز بدم سیاه. پسره کجا من باید چی sort of where you going بنویس براش. نوشتم رویش. ندید مگه؟ براش نوشت. نمیخواد بهش توضیح زیاد نه. میگه موقع میخوای سر سرباز اصلا میفرستی چیز؟ کیلو این نمیخواد بره کیلو؟ من که من نمیرم کیلو، من فقط میرم چی لیتر هر دیگه این مادر جلو میره وسط. آره میره وسط. راجین اصلا نکنم بلش کن، بذار هر کار جلوش کنم، ولی من نمیرم. بابک من از تو چی الان میخوای من بدی؟ بابای تو من میگم 4 تا پدافند بده. پدافند چجوری اسپات؟ آقا بنویس راست میگه. همش نمیدونم یک پود داریم. آقا اون علامت دومیه بزن. علامت از پایین دومیه بزن. وسطیه رو بزن. بعد دوباره وسطیه رو از سمت چپ 3 تا آیکونه وسطیه رو بزن. مطمئن شو که وسطیه، یعنی از سمت چپ چتت که باز میشه وسطیه، یعنی از 3 تا آیکونه. الان برای کی نوشتم؟ الان واسه ماست. آره دقیقاً آفرین. گفتم من واسه منم نمیست. درست به نظر تو همش می‌نویسین گیت شده بدبخت. همش هم داره زر میده. بگی اصلا نه. بابک آقا این میخواه بره جولیت. بابک ولش کن بذار ولش کن وایسا ولش کن نوارش برنیسم همه خب نمیدونن دیده میشه تو کارامون دیگه. ولش کن اوکی گاهید ما رو. آره خیلی زرده. الان بودنم وسط به گاه نده. حرکت کن. خب بابک حرکت کن نمیشه زر میزنی. حرکت کن. بیسه چیکار کردی؟ تو حواست نیست بازی همه تو چرچرت میکنی. بابا وقتی زمان طولانی بگذره، وقتی یکی ردی میکنه همون موقع 10 ثانیه بعدش باز شروع میشه. منم ندیدم وقتی اینقدر طول میکشه تا یکی ردی میکنه سریع باز شروع میشه. اینجا نه. اینقدر زر زد که بابا تو چی تو اول باید بچینی رو تا بعدم تا شروع کنی زر بزنی. پگاسوس یا چی؟ پدافند واسه 4 تا پدافند من بده. باز وایس هم باید بریم جلو سیاه. نمیتونم سریع بد بدم. اوکی
4 تا پدافند هم بده. دارم به میرم دارم باید میگم یه دقیقه بایستا به میرم نگو منو اون پسر گاهی دارم زد پسکش که من اصلا حواسم پرس شد همه تو همیشه همینی تو همیشه اصلا حواسم باز اول زهر میزنی بعد دست اول کاراتو بکن دستور بده تو که میخوای بازی خود رو بکنی تو بازی خود رو میکنی قرار هم نیست تو همچه بازی به مهمی ما به حرف یه نفر که گوش کنی چه نمیستم که این میخواد چجوری چیز کنه آقا اون مهم نیست حرکت کن یه ذره من رفتم جلو من نمیتونم وایسم منتظر تو مثلا 2 تا دارم سیاه 2 تا چیه من 4 تا لافایت دارم میبرم اوه من لافایت کردم همه نیروامو یه ذره استوب میدم من اوکی استوب بده اومد دوباره ستاره رو بزن میدونه دقیقا پسر بازی ما رو میدونه از سمت راست اومد تو دوباره دید نیروامون رو دید کسکش دید بابک دید نیروامون چرا اسپاتر داره رو حالا اسپاتر هم داره میره جلو اسپاتر داره میبینی؟ دیدم استوب کنیم یه ذره استوب کن بابک کشی داره جمع میکنه میبینی؟ آره میتونی بریم شکمشون کشی داره جمع میکنه بابک استوب کن حرکت کن برو با خیلی بده اینجوری اومد جلو بیا جلو خیلی بده بابک بیا جلو باید بری تو شکمشون باید بری تو شکمشون مستقیم برو تو شکمشون یه برو باید بری رای نیست الو بابا لگه فعلا چرا؟ یارو داره کیک میشه دیگه یارش داره کیک میشه خیلی هم بعده این داستان راهش برای سن نفر اصلی هم داره کیک میشه نه اصلیه نیست کشتی بازی نفر دیگه است بابک اومدن رو آلفا بپیچ تو آلفا برو تو آلفا حرکت کن برو تو آلفا برو تو بابک این چرا اکو رو داره برای یه جا دیگه چی میگه این پسره لفت داد یارم بهتر زه زده لفت داد یارش بدد به گارم واک شت شد بابا به گارم 855 تا نیرو اصلا ستاره اکوشو چرا اینجوری تکون داده نگاه کن چرا ستاره اکوشو چرا نگرفته این داره باز میاره آی اومد نرو اینقدر اومد بگرد اومد تشکم من از پشت دارم نه بیا جلو من اومد بگیر از ستاره اکو لامت دارم به گارم بابا پوینت ها بابک برو تشکمشو تمامش کنی برو دارم میرم چرا یه دونه چرا اینجوری داری میری یه دونه دیگه پشت وایستاده بیا کجا چرا یه دونه دیگه پشت وایستاده هماهنگ بازی نمی‌کنی بابک با من اصلا من برو حرکت کن برو برو تو شکمشون برو بری فاکتور تا از سمت راست فاکتور رو حرکت بابا اینجا خالیه پسر اوه خیلی بازه خالیه خیلی آفرین تو بال داره what the fuck خیلی بگاهی منو زد برو یه دونه چیز بده جت هم داره
نگاه کن نگاه کن نگاه کن نگاه کن زد به گادت کشترواش همشون به گاد رفت زدم به گاد دارن کشترواش به گاد رفتیم یارمون رید به بازمون رفت از این برم من این وسط به گاد رفتم نگاه کن کشتر من موندم و خودم حالا فعلا دارم استقامت میکنم خیلی کشتر دم میدونم بجارم هستم حالا فعلا دارم استقامت میکنم کشتش زدم پلکی است کشتش داغون سوخت منو گرفتم نگاه کن سوخت من مال منه سوخت داره میدوزه میبینی؟ یا حواست باشه سوخت داره میدوزه چرا سوخت مال من نمیشه؟ یه برش گردونم حالا نگاه کن باز دوباره آورد بال داره میدونم حالا چاپر جت آوردم باز که سوختم و دزدیده بود یهو سوخت چجوری پس گرفت از من؟ یه چیزی داشته دارم پوزیشنه من What the fuck هست داره میاد یه دونه رو میزنه به کار رفتی بار یه لحظه آدمش کن پاسته تا به کار رفتیم بابا به کار رفتیم یار نوب که هسته بامشه بیدش یار نوب همینه دقیقا هم یارم ریتش چجوری هم 80% بازی داشت پاسش بدن خیلی بازی باجت باز اومد بازش من برو بزن نیرو میتونم بدی الان دارم میبرد تقدیم میکنم دکایی سک بود من بسیار دارم اینا دارن اکور از دستم بگیرن میگیرن از مقابل فهمیدی؟ فوباشو بالاشو بزن جت داره چاپه داره کسکش حالا دارم میدنم بزن لامصب و در رفتم ای کسکش اومده اینجا مادرش باید اومده قهر بیسته هم میتونی چی کمک کنی؟ کجا؟ اومدم یه پویانگ دارم به چارلی آره قربان دست بزن اومده روی کیلو داره میزنه آره داره میزنه چی میخوای؟ من الان یه جت بمبر شدید دارم من الان یه جت بمبر دارم جت بمبر که فعلا چیز نیستش که همون تو پویان رو هم بده الان اون کیلو رو به تمایی ازم میزن درصد رای نیستش متدش بدن بازم خوب شد 4 تا لافایت آوردم چرا گرفتی؟ آره این سری خیلی هماهنگ شده بازی کردن اونا ما یارمون خیلی بال داره بابک هنوز 3 تا بالاش مونده 6 تا بال داشت اومد بابا سمت راست اومد تو سمت چپ اومد تو آخه چپ میاد تو دیگه این چپ دیگه میاد تو دیگه کارش نمیشه
من چند تا سر میکنم بگه دارم سوش کسکش این ور چی گذاشته؟ این ور یه دونه گذاشته رو آب منتظر من. نگاه کن. تو خواهی بتونی از چاله دفاع کنی من پویانگو ببرم جلو؟ من خیلی اوضاعم داغونه اومد. چاله بزنم به دامه حالا من یه جت بمبر ضد آدم دارم. هر جا گذاشتم زاپاس، هر موقع آدم یه جای خاص حساس اومد به من بگو. پسره فقط لاست داد، رفت 1000 تا لاست داد و لفت داد. اصلا من یارو لیول های اونا یعنی نگاه نکرد، اینقدر راحت بازی کرد. نبود بازی شده. ولی راشم رو بیسش هم خوب بود اول. ولی یه سری زدیم. زدی یه سری؟ آره پوست 4 تا از بالاشو زدم. خیلی بال داره. میخواد یه جلو میبینی وقتی مخواستی راش بده، یعنی حسابی اینطوری بهت بگم حسابی میخواد راش بده. خیلی باید بکنیم بسن حسابی دارم میان سمت این برم دارم میان تو. پویانگتون چی زد؟ پویانگ هم دو تا که 52 سنگین گذاشته اونجا. اسپاتر گذاشته کسکش اینجا. من ببین رو هتل نیرو دارم ما 30 نفر. من یه پویانگو گفتم بیاد هتل. نه اول من میرم برم بیسشو بدنم یه بار. ببینم میتونم. بال داره هنوز ولی خب دارم میرم ببینم میتونم. من با این 30 نفر میام هتل بعدش میریم بیسش. یه دونه با یه دونه لافایت دیگه میارم. بیا من برم هتل. فاکسوت الان از من پس میگیره به زودی. خیلی اوضاعش بده. خاطرم این الان میخوام فشارم بیارم روی چیز. بیا اینجا تا میتونیم بیاریم نیرو. یعنی چه سالیه من بذارم میام جلوتون بزن سزن خیلی میکنیم فعلا که تو چیرس هم نیست. اینجا چیز داره. نه دیدم خب همین من پاورشو بگیرم. خب من سربازان گفتم برم جلو بزن همشه پاواش معلوم پاواش معلوم. آره میدونم پاواش کجاست. میدونم علامت بزن. پاواش یه دونش اینجاست، یه دونش دقیقاً اینجاست، یه دونش هم اینجاست، یه دونش هم اون توه. حالا دیگه تو رو نمیدونم ولی یه دونش اون و سمت گوشه دقیقاً هم گذاشتم. توپا رو آماده کنیم همه رو. خب من الان پویان گذاشتم اینجا دیگه. حالا یه لافایت دیگه هم بیاد من دیگه میرم رو بیسش. من یه توپ بردم حالا باید توپ جمع بکنم. بسکش این بر نیرو گذاشته. نگاه کن دامون توی که شهرومی
به زور نیرو میبریم تو یارو میزن. اینجا نیرو رد کرده. کجا؟ من رفتم برم لای بیسش. برو اینجاست، اینجا بالاش اینجا گذاشته. بالاش اینجا گذاشته آماده شلیک. میتونی بزنی؟ فرار کرد، داره فرار میکنه. میرم برم تو شکمش. آها شروع که شلیک کردن، بالاشو دارم میدارم. زدم این اون یکی بابش هم آزاد شد، دیدی؟ زدم، اون یکی هم زدم. باباش بزن. آره بزن. من یه ستاره فرستادم به سمت چیز. زدم، بالاشو زدم، تا تونستم زدم. دیگه الان زیاد بالمان زیاد نداره. ولی خب هنوز جت داره دیگه. با اون یکی بالش کجا بود؟ دقیقا دارم بگو. ببین بابک نکن، شروع کن ماسک کردم. باید فکر کن به دانه حواس که هم کن به داره کشتی داره چیز میاد، داره تانک میاد. با تانک به من راش داد. اون مال چاپر و روی بیسش کل هوازن داره. فرار میکنه الان یه ذره. خیلی داره، میبینی باز به سمت تانکی بازی کردن. فقط من تانکر که بسیار جایی فقط یه دونه چیز من خوراکشونه دیگه. چاپر حالا دارم میبرم. تو فقط فوباش سیرش فوبا رو بزنه. فوباش من میدونم کجاست. یه دونش اینجاست، باز دوباره بهت میزنم. یه دونش اینجاست، یه دونش هم اون توه. حالا تو دقیقا الان نمیدونم دیگه یه بار دیدم دوباره الان دیگه نمیتونم ببینم. شروع کنیم فوباش رو زدن سیاه. آره میدونم، باید بزنیم فوباش. آخ هوازن داره کس کشیده. آخ بویانگ هم زد. What the fuck. من اومدم هتل آزاد. باید سرباز بیشتر داشته باشیم. سربازمون کم. سیاه فوباشون رو باید بزنیم 70 شده. فوباشم مگه بهت نمیگم کجا، چرا گوش نمی کنی؟ سعی دارم میکنم بزنم. تو الان کدومو داری میزنی؟ من بگو شروع کن، یه دونه رو بزن بعد برو بعدی. همه رو با هم دیگه نزن. یه دونه تموم کن.
الان من میزنی یه خودش رو برا من. بابا الان میخوای بزنی اینجا رو بزن، اینجا رو بزن، اینو بزن. تو تا کجا داری میزنی؟ اینجا رو بزن. با جتا بود. آی کسکشی فاید نداره. اینو من باید واسش باید چیز بیارم. کنگو باید. آره واسش باید کنگو باید بیارم. فاصله بگیر هرچی. فعلا دارم نیرو دارم میارم چون لازم دارم. آدمامو اون من رد کردم ها. آفرین باریکلا خوب کاری کردی سیاه. یه اثبات اساسی کردم. عالی عالی. حالا اینا خودشو سعوادا خودشو خوب آدم میزنن. آها زدم یه نشو زدی خوب. میرم اون وقتا میرم اون وقتا چه اینجا بازم هست میبینی؟ آقا اینجا رو بزن اینجا رو بزن. اینجا یه فوب داره اینجا الان پر نیروه. میبینی سوخت داره میگیره؟ زد منو. اینجا پره نگاه کن میبینی؟ زد ام کرد نیرو. باز ماس کرد ماس زد پکوندش الان ماست. اینجا خیالت نباشه. اینجا رو من الان ماست. تو اونجا رو بزن بتره کن. نه همونجا رو گفتم زدی؟ الان اینجا دیگه داری میزنی. همون گوشن دارم میزنم. توپا یه جا دیگه داره میخوره اونجا رو بزن. بابا یه جا رو بزن تمومش کن بعد برو جا دیگه اشتباه رو نکنه. اون فوق اونجا آره فوب داره اونجا 3 ساعت دارم بهت میگم. توش فوق. اینجاست یه فوب داره اینجا 100,000 بار علامت زدم. یه فوب داره دقیقاً تو بین نصفش بیرون نصفش توه. دقیقاً همینجاست فوبش. همینجا نقطه دومی. همینجا اینجا یه فوب داره پرن دورش هم پر نیروه. حالا 1000 رو بهت گفتم حالا باز یه فوب داره اونجا. باز کن درست به ساده. زدم اینجا زدم سرش. ما یه اسپاتری گفتیم بیاد از کجا اومد؟ ای بابا از جاده اومده زدنش. باجت آورد من تنها اومد منو بزنه. دو تا چیز داری؟ حالا نتونست بزنه ولی کنگو اومد پیشش. سوخت بده بهشون. دارم میفرست. کنگو اومد پیشش. اون یکی لافایت همو دارم میبرمش بیس. بابک یه شیوه یاد بزنم میشه الهی وایسه. یه کار یاد گرفتم انجام بدم وایس. فکر کنم بشه انجامش داد. اینه کمین کردم قشنگه میبینی؟ آره اومدن تو. نه برشون دار من الان جت دارم میام الان اونجا بوم میکنم. بوم سنگین باید بریم اینجا را. اومدم
تو که نمیتونه بگی این راحتی، چون من از اون بعد کافی چیدم باز. تانک داره اینجا. آخ پدافند داره این پشت. تا لب زدم تا اونجا پدافند آورده وای تو این جنگله. اینجا پدافند داره. آخ what the fuck زد به گاه داری یه کلافایت دیگه همون. تکون من رئیسی هستم. آقا بزنین چی داره میزنی الان؟ میتونی دوباره پمپ اثبات کنی منو؟ پمپ دست چپشو. بابک من میدونم کجاست. تو همونی که من گفتم تو بزن. تو این فوبشو بزن تمومش کنی. تو اینو اینجا بزن. تو اینو بزن اول. اینو بزن. این خیلی واسه من مهمه. این سمت منه. هی میاد من اینجا اذیتم میکنه. به گام میده من اگر میتونه ادامه بده. نه گوش دار. همونو بزن تا بعدی. ماس کردم. ماسشو نمیتونی بزنی؟ ماس که نمیشه. من اینو دارم تکون. بابک نمیتونم همه رو با هم یه تکون بدم هی. 4 5 10 تا کشتی و بذار خودم توپ بیارم. تو بزن توپ پاشو. چیز ماسشو بزن. فوباشو بزن. نه کنگو به گار. حالا به گار نرفته ولی بعضش خوب نیست. زدم. فوق دست چپ. حالا یه فوق دیگه اثبات کن. کدومو زدی؟ اینو زدم. یه فوق دست چپ. 75 شو به داد. یه چپ یه فوق داره چپ. اینجاست. همینجاست که داری میزنی. اینجاست. مطمئنی؟ برم رو بیسش یه باره اونطوری به گام میدم بعد دوباره دیگه نمیتونم کارش کنم. همونجاست دقیقا. آره. حالا یه در اسپاترام میبرم شاید ببینم. یه لحظه وایس. اسپاترام یه تکون میدم شاید دیدیش. ببر جلوی میتونی ببری. بیا جلو. اون بزنیم تمام کارش سیارش. برو جلو. برو تو بیسش. حیفه بابا. یه فوبش دیدی؟ دقیقا همینجاست. یه دونش اینجاست. من الان یه فوبا خورم 3 تا توپ بزنم روش. چپ من زدم. چپو زدی؟ چند تا توپ داری؟ 4 تا توپ روش زدم. اوکی 4 تا توپ زدی روش؟ جلو از ما. پس من دیگه هم دارم واسه مارس. یا بدارم تموم بشه اون فوباشو. مارس اونه تمام میشه کم سیارش. کارشون زیاد چیز نیست. پیچیده نیست همچین. تو خواهی فوباشو بزن اول. من چپو بزن اول. بعدم من حالا من تمدیدش میکنم. نگاه کن دقیقا روی میبینی کجاست؟ هی تمدیدش کن. اینو من میرم جتا اینا من بیده الان دارم کم فول دارم میکنم جتا ما مواظب با سمت چپ نیرو زیاد داره. سمت بیسمون از بیس یکم چاپر اینو بیاد. یه دونه زدار. حالا نقطه ف رو بزن. یکی دیگه مونسیه. منم دیگه. اومدن؟ چیزی خاصی نیست. یه هورنت آوردم. همونجا اثبات نگرش دار. اگه راش پنجم بدم بهشون راش میزنی. الان جتتون همه رو نگه دار. نه آخ پس بدم یه من رو بگه بالا. برو بالا اثباتش در. فوق وسطش کجا بود بیا؟ دیدم اونجا. فوق وسطش اینجا اف ابله اف. اینو همینجا.
1000 بار داره این بعد راش میده. زدم میگم خیلی مراقب باش، اگه مارس داره میکنن ما رو اینا رو باید خیلی حواسمون جمع باشه. نیروات ما تو به داره میزنه، تو به داره میزنه، تو به داره میزنه، تو به داره میزنه. اوکی. زدی فوبت وسطشم؟ دارم میزنم کجا به داره میزنه؟ یکی از مارسامو بزنم. یه دونه مثلا ما ماتر رو زد؟ یه دونه از مارسامو بزنم. ای بابا بگاه نده. چطور میتونه ماستر رو بزنه؟ تو نمیتونی؟ یه ظرف توه دیگه. من خیلی بیستی را که الان ما مارس رو اینا داریم 10 سرویس. داره راش میره این بعد حوازم باید بذاریم. میخواد بیاد تو هتل بابک از این موشک زنم نداری؟ برداشتیم ها؟ چی میخوای؟ این هی میاد نزدیک هتل میشه، میخواد بیاد تو هتل با چاپراش. چی؟ غزاله بیارم؟ غزاله بیاری؟ نه نمیخواد. آره بیار آخه سه تا زیاده. لا آورده تو بیتشو زدی؟ اون فوبش هم زدی؟ آره زدم. منم انگار یه توپای ازش زدم بابک، آتیش گرفته کنیم. اومد رو سر ستاره، مثلا سر ستاره نزم ستاره رو. What the fuck؟ زدش کسکه زد. الان درستش نزمه زدش. کنگل تو داره میزنه. What the fuck؟ از کجا ماس کرد؟ نمیتونه از پس اون اومد در کنگو سوپرسه. آخ وسطش هم زد. ها؟ خوب وسطش هم زد. بعد داره میزنه کشتی ها رو. کشتی ها رو بعد زده ها. چی؟ یه فوب بزن. بیس داره دور داره تمامش. کشتی ها رو میگم بعد زده. کنگو هم تنهاست. موضوعت پر چیزت باش. بزنم برای سوخت بدم. بعد توپ میکنه توی جیجا رو. من تکون دادم همه چی رو. چیزی نیستیم. بابک غزاله داری؟ غزاله دارم. میتونیم الان یه بیس یه راش ایندیا بدیم ها؟ خیلی توپ موب داره اونجا، ولی فکر نکنم بتونیم بزنیمش. آخ زدم سر سیت ازش زدیم یه چیزی. چاپرشو زدم یه دونه چاپرشو. من داشتم توپ میزنم روش، تو برداشت چیز زدی؟ جلوی کنگو بسایی بچینم که نزنه کنگو همیشه. شاید ما خیلی من باور داریم خیلی ممکنه هم از دست بدیم. البته متاسفانه نباید اینطوری باشه با ملاحظه بازی کن. اکو رو آزاد کرد. تو چه این جنگل رو خالی گذاشتی؟ مشخصه کجا گذاشتی. میخوای برم بوم بندازم؟ نه بذار من
ماست دادم مشخصه بگیرسی یه ماست دادم ریختی؟ آره اونجا ریختی؟ نه میخواستم نیروهای چیزشو بدونم آخ پر جته پر چیزه نیرو آواره جلو زدار من یک کنگو دیگرم میخوام بیارم شهر کنگو کم تموم آزارش کردی اونجا رو؟ با چی زدی؟ ما تو مشخصه دیگه تو دورترین نقطه ممکنه میذاره نه حالا شاید این سری عوض کنه ولی با چی میدی؟ بعد که من دارم میرم رو بیسش پر نیروه میبینی؟ من دارم بخوای نزدیکی بیستش حالا دارم نزدیک میشم ولی میخوای نزدیک شیم؟ میخوای نزدیک شیم بیا یه لفظی بیان میگم اوه منم کنگو آوردم یه کنگوی دیگه؟ یه کنگو دیگه آوردم شهر کار جتاشو بکنیم دیگه بیسشون تمامشون کنیم بیسشون سیاه ستاره نداریم برای بیسشون بگیریم خیلی الان شلوغه بذار یه ذره دیگه بگذره یه ذره آدمام دارن میرن تو میبینی؟ ما خیلی وقت میکنیم فدا آر داره میبینی اونجا آر داره کسکش نشونده میبینه میزنه اگه برم تو بیا تو کمک من با کشتی ها یه در نزدیک شیم نزدیک شیم چیز داریم یه در از این شاپرهای هوادار اینا چه شاپر کبرا الان یه دیگه میگم بیا ماست کرد ای ول کنگو به موقع تکون نه حالا دیگه این سری شانسی تکون خورد ولی این سری خیت شد یارو ولی همیشه اینجور نمیشه خوباشو زدی ها؟ آره خوب دیگه نه با کنگو اومد با جت اومد زدی چیزی ازش؟ داریم میزنیم حسابی بابا دو تا ماست خیلی کشتیه من کمک کنگو باش دور بزنم خیلی داره بابا سوپرمونتا خیلی رفته توش کمش بزنید و بیاشامید ولی اصراف نکنید عالی زدیم حسابی تانکاشو حسابی تانکاشو زدیم کشتی همون زیادن خود کشتی الان نقشه چی دارن بازی میکنن آدم زیاد جمع بکنیم بریم تو بیسش سیاه آدم خیلی هست داریم میبرم میزنه نه باید زیاد جمع من الان درد گذاشتم اینجا میخوام برم جلو یه زیاد جمع کنیم بریم ما چیزیشون برتری داریم فقط داره مارس میکنه تکون داره کنگو تو داره مارس میکنه کنگو داره تیمش کم میشه سیاه آره دیگه وقتش یواش یکی از کنگو رو برای داره ولی خوب تومه دیگه همش میخواد همینه بزنه دیگه میبینی؟ نه
آخ 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 آره برده آره برده آره برده آره برده آره برده آره برده یا آدم جمع کنیم وایسه 40 نفر دیگه گفتم بیا زدیم جتشو زدیم آفا دونه داریم یادشو داریم میزنیم خوبه من آلفا رو چرا آزاد نکردم میگم چرا من پاور نداریم 3 ساعت ستارم توشه و پیادش نکردم سیاست در فعلا اوکی به چند تا این چهار موتورهای آتش خالی میخوام ببرم جلو نه وایس خواستیم راش بریم روی گلف با چاپر راش نمیدیم پر پدافند فهمیدی؟ با چاپر روی گلف راش نمیدیم باز داره توپ میزنه فوقت که تموم شده که سوخت تموم شده بابا سوخت بیاد ستاره داره میاد ستاره داره میاره اکو در کجا؟ داره اکو ستاره داره میاره دیدم یه لحظه یه آدمه هر لحظه ممکنه از سمت راست راش بده اوکی از سمت راست ممکنه حالا آدم و اینا ماشین ها دارم میبینیم ما دیدی اکور داره میخواد باید بگیرتش دیدی ستاره آورد تو اکو حواست نیست میخواد بیاد تو اکو رو بزن جت بمبه داره میبره من دیتم یه در نزدیک خشکی میکنم کنگا رو بیا ما نزدیک خشکیشی بزنه پرافنده یه داره بیا این بر زدی؟ چی رو زدی؟ اینجا اکو رو آزاد کن اومد سمت راست چه لاستی دار چه لاست بزن من الان نمیتونم بیارم اینجا الان آزاده مال اون الان آزاده یعنی من نمیتونم بیارم بزن اکو رو آزاد کن اکو رو نمیدونی کجاست؟ اون ستاره نه کلی ازشون زنیم اکو رو دست نزدی؟ بزنم اکو رو کجاست من ندارم ستارش حالا من دوباره توپ میزنم ولی
چیز زدن میکردیم پسر. آره اومدیم بالا بابک. الان دیگه الان خیلی باید ملاحظه کنیم. الان دیگه اون حشری ها. الان دیگه ما باید بازی ببریم بابک. مواظب باش. داره با چیز داره میزنه. چی؟ چند نفر داریم؟ من 30 نفر دارم. باید بریم بخورمشون. من 80 نفر آوردم. چی میگی؟ الان 120 نفر نیروم الان دارم. منم دارم. بعد با نفایت ها اینا نزدیک میشیم. اوکی. بدون یاران پیاده کنم. خب بابک وایسه. از تو جنگل برو. از لب ساحل میری میبیننت. هنوز بلد نیستی با آدم بازی کنی ها. برو از تو کو برو. از بغل کو. از تو حاشیه جنگل برو. گازو میگیری میره. خب میبینن دارن میان سراغ دیگه. داره با آر اومده بزنه. آر دیگه نیاد. با تانک اومد تو. نگاه تو تنک. ستارش کجاست؟ آدم من میدونم فقط. بابک وقتشه با کشتیامون بریم لب ساحل. وایس بریم یه آدم داره چاپر آشغالی هم داره. نه راش با آدم با چاپر نه. وایسه بذار آدم ها من خوب برن جلو. یه دیگه گاهی نشدم دست راست. نه باید لاس بدیم. ما الان بریم بزنیمش. آقا یک رو ما باید بزنیم. چرا ما نمیتونیم یک کشنو آزاد کنیم؟ اومدیم توش کمه. بریم بابک. هدفت خونه ها باشه. از دم خونه ها رو میشینیم با آدم خونه ها رو میشینیم میریم تو. برو بریم. اینجا آدم داره بزن. بشین تو خونه ها با آدم علامت با کشتن نزدیک شد. زیاد هم اونطوری نزدیک نشد که همه شو نبر یه جا. زدیم آدماشو خوردیم. برو گفتم بیاد. برو بریم. با خونه باید بشینیم. اینجا الان پدافند داره. چه از هم پشت برو. آفرین. برو بالا. اونجا پدافند داره. میبینی؟ برو بریم تو. میخواد بزنتمون. چاپر نیار الان. چاپر لاس نده ابله نیار. داره میزنه میگه نیاره. همه رو زد. الکی داره چاپر. خیلی چاپر کیری به چه دردم بخوره غیر لاس. داره با آدم میاد تو. داره همطوری میزنه. لاس بدیم این آدم ها رو. خیلی نیرو داره. تو خیلی بد راش میدی. تو راش دارن نگاه کن. باز دوباره امتیازش رو رفت بالا. سوخت تا بیا لب چیز. باز دوباره امتیازش رو رفت بالا. نگاه خب آدم بازده کشتی اومد. زدیم بابا دیگه الان دیگه نمیتونم. سوخ بیا لای بیس. سوخ بیا لای بیس. نه وایس. اون جنگل بالاشو ماس کن. اینجا رو ماس کن. پر نیروه. نرو با این تو بیسش. داره لاس. شانس آورد. اوشیا این منم رفته
در سمت من. آقا تو کجاست پس ستاره کوفتیش؟ داره میخواد بزنه، مواظب باش. بذار من زدار بفرستم. مواظب لاستاد باش. وایسا نرو، برو بالا، من زدار آوردم. برو بالا. حالا من سریعتر از تو رفتم خوشبختانه. حالا بعدگاش آر باشه. آر نیست اینجا بابا. آر نیست، برو بالا. آراش خوابونده، نگاه کن. آخ what the fuck. آبا که اینجا رو بزن. سوستر بیا لای بیس. گفتم بیا در بیس بیا. اثبات نمیشه این لامصب چیزش. آرش نک. داره میاد تو. اینجا رو بزن. لامصب رو بزن. هتلم که آزاد کرده. هتل بیا بگم سوختتو بیار چه با تانک اومد با تانک اومد سراغ کنگوها. با تانک اومد سراغ کنگوها دور نمیزنن. کنگوها خودشون یه پا تانک زنن ها، نگاه کن. ماسک اون تو جنگله رو ماسک اینا که خودم زدم که این همشه زدم. وای بابک بازیو داریم میبریم بابک. فقط مواظب باش. 6 دقیقه مونده دیگه نبر راشه اونجوری ما بهشون بریم. بابک توی هتل پر نیرو باش. تو هتل داری چیکار میکنی؟ هتل 30 نفر تو ببر بالا بگم این کجاست این نیروش. وارد شدم. این که تموم شده. به کنگو سوخت بده. کنگو داغونه. من خودم به سوخت بیارم. حالا دیگه دیدی کشتیاش پوباش چیز شد، ساکت شد چیزاش. واجه تو پوباش داره. حالا زدیم من با توپ خیلی هنگولکش کردم. این کجا گذاشتین توپشو؟ داره از سمت راست باز میاد تو سمت راست رو خوب اثبات نمیکنی. من این تلسه خب ماسک رو بیا اینجا رو ماسک بده. این هم ماسک. من الان بیتشو میتونم آزاد کنم ولی نمیخوام این کار الان انجام بدم. چون جت بعد دیگه نمیتونه بیاره. لاس نده فقط. هر کاری میکنیم الان واضح بردیم. کجا گذاشته ستاره اکو رو چجوری آزاد کرده؟ اون دونستان باید نمیدونستم مطمئن کنترل نمیدونم. ستاره شو مثلا بیتشو زدم من. واقعا؟ آره بابا رفتم گرفتم. بیا برو تو
چی برو وایسه بذار ستاره بفرستم. یه وقتی بگم 800 نفر آدم داره میاد از که 120 نفر آدم رفت تو بیسش از من فقط. آخ کبرا اونور خوب داره میزنه. سمت چپ خیلی نیرو داره. بیسشو آزاد کنم بریم تو. بیسشو کپچر کنم. من خبر اونطوری ندارم ولی برو چرا که نه. بیا یه چیزی میارم مثلا. نه نباید چیزی بیاریم بابک. ما الان بازی بردیم. آفرین بذار راش بده. پس بذار راش بده. میخواد وسط بده. اومد حواست جمع اومد به موقع نیرو بردم. مواظب باش. سنگین نیستی رو باش. تانک زن داری؟ تانک زن هم دارم. حالا دیگر مهلت لاست تانکی نده بابا. راش تانکی نده. تانکو من این برم ولی حالا اینا اومدن میان جلو. تانک تی 64 داره میاره. میبینی؟ بازی نگاه کن بابک. من رفتم جلو. باز دوباره توپ زد. این داره میاد تو دیگه سیاش. یه ذره حواست باشه. لوازم توی چیزتو تکون بده. اینا دارن میان دیگه. بابک من قایقامو میخوام برم تو کانال. اوکی؟ تو برو من اینجا درگیرم. میتونی بزنیشون؟ چی میخوای؟ دو تا جت فرستادم میزن. برو بالا. لاست دادی؟ یه چیزه یادم زنم. وای من خیلی زدم ازش بابک. وای با تانک داره میاد این ور. با تانک داره میاد توی چیز. لاست جتی ندی فقط. با تانک داره میاد تو. چیز تانک زن چی داری اونجا؟ داری؟ از چی که دارم من بیسشو آزاد کنم؟ پس ستارم کو؟ ستاره کو؟ مگه نگفتم بیا؟ نیومده ابله. ستاره اینجا داره میره بره تو بیسش. خوب شد فهمیدم. 19 ثانیه. با سونامی ازشون داریم دارم میان اولی دارم میان تو سیاه جدا چی اینا ده تانک دارم آره. گفتم بیا. تموم شد. بازه برد. شیرین هم برد. سونامی ازشون داریم سیاه. بعد این سری خوب بازی کرد. فوزشون رو زدیم. این سری زدیمشون آره. یعنی فوزشون رو خوب شدم یارمونم رفت. آره من اون داشتیم تو دو نفری بازیم درست 3 نفرشون همچی زدیمشون که اصلا نهشون رو داریم. برم تازه چجوری زدیم. خیلی بد زده نهشون.
یه ذره که اینجوری پاس شدن اومدن دستم لاست دادم. من دیگه بیسش اصلا یادم رفت آز بگیرم. ما اینقدر قوی بودیم دیگه بیسش نمیداشتم، اصلا تو بیسش بودم ولی نگرفتمش. من دست راست اینقدر دیگه خوب چی بودم سیاوش. خوب بود، نه خوب بود، همه چیز خوب. بعد لاست یه ذره ببین الان ببین تازه بازی داره خوب میشه. تازه الان داری برابر داری لاست میدی. من تازه 800 تا زدم، من کمتر لاست دارم ولی تو چون رو زمین داری بازی کردی؟ بابا دیدی چند نفر بردم تو بیسش؟ تو با 10 نفر میری تو بیسش، من با 150 نفر نمیرفتم تو بیسش. یارو ریخ شد سیم رفت. تموم شد تموم. بیسش رو تموم کرد. اینطوری برداشت شد. چون که دست چپ بیاد تو سیاوش. خیلی میخواست بیاد تو دست چپ. نه خیلی سرک. آخرش هم ستاشو نفهمیدیم کجا گذاشته بود نامه. نه من دیدم داشت آدم بود. من دیدم داره میاره. دیدم قشنگ با چشام دیدم ستاره‌شون زدار بردم. دیدم قشنگ داره میاد تو. ولی نمی‌دونم کجاست. من که داشت اونم داشت. من که نمیتونست بزنم چون منم آدم بود به جای پرت. نه خوبم بود. بهونه واسه راه دادنشون زیاد بود دیگه. مثلا فکر کردم میذارم میگیرم اونجا. با چاپراش واسه همین اومد. وای دیدی چقدر چاپر بود. یهو چاپر آورد همه رو لاس کرد. همه رو لاس کرد. چقدر چاپر گرونی بود. چقدر خوب چیده بود. یارشون میدونن کجا ضربه خوردن؟ یه نگاه به امتیازاشون بکن. اوه یارشون آکیرا لولش بالا بود ولی بازی ما رو نمیدونست. مستر بین بازی ما رو خوب میدونست. لاستش رو نگاه کن. اصلا لاست نداد. اون پسره این اون کشتیه و خط مستر بینه اونی بود که داشت کشتیه تو رو میزد با تانک داشت میزد. آفرین. آره بوسم لاستش کرده ولی اون دو تا اینجا یکیشون سمت من. نه دیگه اون خطیه کشتی بازه بود. خطیه کشتی بازه بود. تانکا بیشترش مال خطیه بود ولی مستر بین هم میآورد. من فکر میکنم مستر بین اون توپ بازه بود. اکیرام سمت من که خیلی لاست میداد. آره راهش میداد. اون پسره نشسته بود فکر کنم مثلا مستر بین کل نیرو جمع کرده مثلا به امید اینکه بیا بیسو بزنه. فکر کنم تانکای آخر مال اون بود. ندیدم ماله ولی تانکای رو بیس این طریق با اینقدر کشتی بود تانک ظاهر میشد میخوردنش. فوباشون رو زدیم کمرش میشه. آره خوب بود. فوباشون رو زدیم سیاوش کمرش میشه. بالاشون رو زدیم چرا نمیگه؟ اول بازی 6 تا بال داشت 6 تا بال آورده بود. What the fuck. خیلی بازی قوی. اون که هیچی فوبارم زدیم یه سوخت تموم کرده بودم دیگه. اصلا بابا ماست اصلا ماست فقط توپ میزد. ماستش دیگه خاموش شده بود. سیاوش ناکن الان بگم با ماست ناکن چی زدم. چاپر زدم با ماست. منم با توپام 2 تا که 52 زدم. خامونده بود یه جا قشنگ خاموندم 3 تا 2 تا با هم دیگه ترکید. من با امسردی آدم 3 تا فوب زدم. وای من با امسردم 2 تا ماست زدم. آره 2 تا ماست ازش زدم با امسرده. بیه 27 ماستاشون بود. تو میگی ماست نمیشه من تا میزنم. این فرای پنزایی دست چپم یه دونه که 52 زدم 1 2 3 4 5 6 تا MI 240 زدم. این MI 24 کی وای چقدر زدن اینه. افشو من اون جتی که میارم خیلی کشکش هم مثل خوب زد. بعد لاست دادم ولی دیگه این بازی نمیتونه از پسمون برگرد. نه دیگه الان تاکتیک عوض کردیم. من چیکار کردم دریا رو گرفتیم. من به جای اینکه مویانگ بیارم کنگو فقط لافایت آوردم. 4 تا لافایت آوردم دیگه 4 تا لافایت یه دونش رد شد. با همه چیز یه دونش بالاخره رسید. اون سری 3 تا که آدم میاره بعد همچین موقع که اینجوری طرف به راش میده بعد دیگه کم میاره دیگه بگام بره. از پسشون برمیاییم چی؟ 3 به 2 تو منفاور اونم. آره یارم خیلی هم خوب یارمون رفت خیلی غرغر بود رفت یهو 1000 تا لاست داد. یه نگاه بازیشو نگاه کن طرف 2 دقیقه بازی کرده 15 تا داره 400 تا لاست داده. سریع اومد فقط لاست داد گسکش. خوب شد رفت یعنی اون رفتش من 2 تا کنگو آورده بودم. اصلا
تو فکر کردی این همه نیرو آدم از کجا اومد؟ مگه من همه سربازم دارم. من سیاه وحشتناکی رو داشتم پسر اصلا دیگه حتی تو داشت اون ور داد میزدی من قبولم به این ور اینقدر نیرو داشتم نمیشتم چیکار کنم سیاه. نه من فقط 100 و خورده یه دفعه بجز سریا قبلش که 40 تا آوردم. ببین چقدر آدم که 100 و خورده یه جا آوردم رفتم تو بیسش. من یه آدم ها باید که این همه آوردم تموم شده بود دیگه نمیتونی بگم سیاهش خیلی خوب بازی کردیم با مقابلشون. اون تورنمنت بودیم پسر بابک یه چیز تازه کشف کردم. تو با قایق میتونی تانکاتونات میتونی جابجا کنی. آره؟ من اسپاتر رو از بیس میگفتم میومد تا هتل، بعد اونجا سوار یه قایقش میکردم میبردمش لب ساحل اون ور پیادهش میکردم. واقعا؟ باور کن این تانک زنا. فکر کردی واسه چی یهو بیسش اثبات میشد تا ته تانکاش معلوم میشد. بعد میدیدنش میزنن ولی از بیس از تو جاده میومد از دریا نمیومدیم. از تو جاده میومد بعد تا میرسی لب ساحل سوار قایقش میکردم. قایقم زیاد داشتم دیگه. سواری که این قایقا میکردم میبردم شما پیادهش میکردم. این بازی یکی درسته. آره واقعا خیلی باحال بود. بازی بود اینا که کارمونو می‌دادن راستی باشه. اینا بودن ها. دیدی چیکارشون کردیم؟ 90% یارو به ریت ویکتوری داره با 85%. وات 1200 خورده بازی کرده 1100 تاشو برده. فکر کن. یعنی ببین خواب اینا رو شاخ اینا رو شکوندیم یعنی اینه که قرارش یارشون هم میذاره خب به هر حال یارشون هم یار نبود ولی ما هم خب یار نداشتیم الان. ببخشید یارشون یار نبود که 40% برد 500 تا بازی نه یارشون به سبک اونا بازی نمیکرد. بازی اونا رو نمیدونست. خب حالا اون یار اونا به یار ما دست تازه بازی بالانس به قول تو. آره. چون یارشون اونا ما رو خوب میشناسن. اونا قشنگ بابک این سری به جا کشتی قرمز سری قبل بال نمی آورد. این جدید بود. دو تا کنگوهای تو دیدن دیگه خارمادر